بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام خدمت همه شما بیننده های حبیب قرآن اکادمی. مرا از طریق چینل حبیب قرآن اکادمی شما سیل مونین و امیدواریم که درس های قبلی را یاد گرفته باشین و ما شما امروز دنیای سوشال میدیا و اینترنت است. باید ما شما از این اینترنت و از این فرصت هایی که داره استفاده کنی و در خانه خوششته ما شما قرآن کریم را یاد بگیرید. بازم میگم که ما شما هر کسی ریزه باشه، کچه باشه، پیر باشه، جوان باشه، زن باشه، مرد باشه میتونه استفاده کنه و مخصوصا کسانی که شما در کشورهای خارج زندگی مونین و دور از درس های اسلامی هستین، شما میتونین حتما از این چینل از ما هم استفاده کنین و قرآن کریم را یاد بگیرین. رسیدیم در درس چهارم قاعده بغدادی که از ابتدا ما برای شما درس دوم و رسیدیم در درس چهارم. درس های قبلی در ویدیوهای قبلی هست، برین بله چینل حتما سیل کن، اینجا ما همه‌اش گذاشتم و درس روحانی قرآن کریم را هم جزء سیوم و جزء آخر قرآن و همینطور از سوره بقره از اولش به صورت درس در همه چینل برایشون گذاشتم. برین حتما او را سیل کنید و ببینید و استفاده کنید. بریم ما شما درس چهارم قاعده بغدادی را بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما شما رسیدید در درس چهارم که البته نصف از این درس را برای شما در ویدیوی قبلی عرض کردم و گفتم و نصف دیگه شی مانده و یک بار دیگه تکرار مونم که یعنی حرکت را مگه فتحه، ای را مگه کسره، ای را مگه ضمه، که این حرکت در بالای حرف میه، ای در زیر حرف میه، ای در بالای حرف میه به شکلی نصف واو نوشته میشه که را مگه زبر زیر پیش. این شکل سنتیش است. اما فتحه و کسره و ضمه این یاد ما باشه که فتحه، کسره، ضمه. س، سه، سو. ز، ز، زو. ط، ط، تو. س، سه، سو. ظ، ظ، ظو. ط، ط، تو. ظ، ظ، ظو. ع، غ، عو. غ، غ، غو. ظ، ظ، ظو. ع، غ، عو. غ، غ، غو. ف، ف، فو. ق، ق، قو. ک، ک، کو. ک، ک، کو. ف، ف، فو. ق، ق، قو. ک، ک، کو. ل، ل، لو. م، م، مو. ن، ن، نو. و، و، وو. ل، ل، لو. م، م، مو. ن، ن، نو. و، و، وو. ه، ه، هو. لا، لام زر لا. ا، ا، او. ی، ی، یو. ه، ه، هو. لام زر لا. ا، ا، او. ی، ی، یو. یک دفعه دیگه بازم تکرار مونم. س، س، سو. ظ، ظ، ظو. ط، ط، تو. ظ، ظ،
ذو ع عی عو غ غ غو ف ف فو ق ق قو ک ک کو ل ل لو م م مو ن ن نو و و و ه ه هو لام زر لا ا ا او یا ی یو س س سو ظ ظ ظو ط ط تو ظ ظ ظو ع ع عو غ غ غو ف ف فو ق ق قو ک ک کو ل ل لو م م مو ن ن نو و و و ه ه هو لام زر لا ا ا او یا ی یو س س سو ظ ظ ظو ط ط تو ظ ظ ظو ع ع عو غ غ غو ف ف فو ق ق قو ک ک کو ل ل لو م م مو ن ن نو و و و ه ه هو لام زر لا ا ا او یا ی یو. اینه بود درس چهارم از ما. امیدوارم که یاد گرفته باشین و ایرا بارها سیل کن و گوش کن تا خوب یاد بگیرین. تا که خوب یاد نگرفتین درس بعدی را گوش نکین. جهان سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم که درسهای قاعده بغدادی را یاد گرفته باشید. عزیزان تا ویدیوهای بعدی شما را به الله پاک می سپارم. مواظب خودتان باشید. خدا حافظ و ناصر همه شما.